در شأن زنهای خودنما، زنهایی که خودشون برای مردها نشان میتین، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که اینها همین خیلی زنها بدترین زنان شما هستند. در روایت بیهقی آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید و شر نسائکم المتبرجات المتخیلات، و بدترین زنان شما کسانی هستند که خودشون به نمایش میگذارند، تبرج دارند، یعنی اونها زیبایی هاشون برای مردها نشان میدین و اونها متکبر هستند. در دوامش میفرماید که اینها داخل جنت نمیشوند مگر عدد خیلی اندکی. سبحان الله. زنهایی که خودشون به نمایش میگذارند یا کمی اندیشه نمیکنند که اینها همیشه جوان باقی نمیمانند، همیشه مورد توجه مردها باقی نمیمانند، همین خیل پیر میشوند، جوانیشون از دست میتین، زیبایی هاشون از دست میتین. یک زمان میشود که در خانه قبر می نشینند و برای همه این گناهانی که کرده بودند این نوارهای اونها باقی میمانه، حتی بعد از مرگ هم در نامه اعمال اونها گناه نوشته میشود. پس ای خواهرای عزیز، از الله بترسه. دیر یا زود مرگ به سراغ شما می آید و برای همه این نوارهای خودنمایی که در دنیا کرده بوده جواب میگه. در درون قبر هیچ مرد از همین مردهایی که برای اونها شما خودتون زیبا میکنه، هیچ یکی از اونها داخل قبر نمیشوند و عذاب پروردگار را از شما دور کرده نمیتوانند. خواهرای عزیز، به خاطر الله خوب کمی اندیشه کنه.